سلام میکنم به همه شما بینندگان عزیز. خوبی خوشی همین دیگه. خب بچه ها اومدیم امروز بهتون یاد بدیم که چجوری بتونی یه چیز خودکار مثلا غذا درست کنی. حالا بریم ماینکرافت باز میکنیم. خب کم بره داخل طول میکشه ولی بازم ببخشید. اگه این ویدیو رو دوست داشتین لایک یادتون نره. خب یکم دیگه میاره بالا. خب اگه خواستین ویدیوهای دیگه هم بذارم لطفا بگین لطفا برام بنویسید. من چون تازه واردم کم استرس دارم، ببخشید. خب الان میاره بالا. کم صبر میکنیم. خب وقتی ماینکرافتمون آورد بالا نکن، اینو خواستم نشون نکن خودکار توی شما از اینجا مثلا اینجا غذا داریم، میخوای بره گاو به گاو میری. یه وایسی من کار کنم الان. یه دیگه وایسیم، ببخشید بازم. خب به گاو دادیم. وقتی بچه گاو به دنیا میاد از این پایین میاد پایین اینجا، از اینجا توش مواد مذابه جا اینا میسوزن و تو این غذا جا میشه. خب بچه ها میبینیم خب وقتی که این غیر فعال شد شما میرین داخل و از داخل این غذاها رو میبینیم. تو این یک غذا میشه. خب انگار چی درست شده. تو از این چیا میذاری، از این چست هم میذاری پایینش، از این چیا گاوارم بالا میذاره، از این زنجیری هم میذاره اونجا تر و تمیز و قشنگ. بعدش هم میتونم این چیاشون خوشگل‌تر بذارم، چون من چی کردم دیگه سلیقه من این بود. اگه این ویدیو رو دوست داشتین لایکشو بکوبین. خداحافظ.